مخاطبین از رسانه پشت پرده. ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم داشتونی رو وای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز قصد داریم که در برنامه پشت پرده افشا بکنیم پشت پرده دو تا خبری که یکیشون چند سال پیش حسابی در فضای مجازی ترکون و یک خبری که چند روزه در فضای مجازی داره دست به دست میشه و خیلی از دوستان به من پیام دادن و دایرکتن که آقا راجع پشت پرده این خبر اگر بشه به ما بگون که واقعی هست یا نیست. اونم موضوع تغییر جنسیت بعضی از بازیگران سینما و تلویزیون ایران هستش که چند سال پیش موضوع تغییر جنسیت محمد رضا فروتن از آقا به خانوم مطرح شده بود و حالا تغییر جنسیت خانم شهره لرستانی با نام کامل شهره صالحی لرستانی در رسانه ها مطرح شده که گویا ایشون هم تغییر جنسیت داده که اصل خبر رو به شما خواهم گفت به همراه جزئیاتی که منابع خبری به دست من رسوندن. میدونید که شرایط فرهنگی و شرایط حال حاضر داخل ایران از لحاظ شرعی و از لحاظ نوع دیدگاه مردم به خاطر تغییر جنسیت خب یک نگاه متفاوتی رو نسبت به این افراد ایجاد میکنه، یک نگاه بسته، یک نگاهی که همراه با ترحم، بعضی وقتا هم همراه با طنز، بعضی وقتا هم همراه با مسخره کردن افرادی هستش که جنسیت خودشون رو از دست کنن، جنسیت خودشون رو تغییر دادن، از دست دادن که چی هستش اشتباه گفتم، جنسیت خودشون رو اصطلاحاً تغییر دادن و البته در کشورهای مختلف نظیر آلمان که یکی از کشورهای حامی این افراد هستش و قوانین سفت و سختی هم برای افرادی که اگر رفتار زشت و ناپسندی با این افراد داشته باشن اصطلاحاً تصویب کرده و حتی کارنوال هایی رو هم سالانه برگزار میکنه در آلمان و بعضی از کشورها برای افرادی که جنسیت خودشون رو تغییر دادن و گرایش دارن به سمت یک جنس موافق خودشون یا از این دست اتفاقاتی که میبینید و میشنوید و قطعاً دیدید در رسانه‌ها خبر بزنید. اما داخل ایران چون نسبت به این قضیه یه مقداری فقها، مراجع تقلید و افراد تصمیم گیرنده در قانون نگاه درست، دقیق و شفافی ندارن، عموما قانون‌ها خیلی سخت تصویب میشه و در رسانه‌ها هم عموما نسبت به این افراد اشاره نمیشه و خیلی از فقها، من داشتم دو سه تا مقاله هم میخوندم قبل از اینکه این ویدیو رو ضبط بکنم، میگفتن که تغییر جنسیت، خیلی از فقها میگن که تغییر در خلقت خدا هستش از این صحبت ها. اما در ایران از سال 1343 امام خمینی این موضوع رو بلامانع دونسته، ولی خب برخی از مراجع تقلید نسبت به این قضیه واکنش نشون دادن. اما برمیگردم به خط اول صحبت هام که گفتم به خاطر شرایط فرهنگی اگر یک کسی هم جنسیت خودش رو بخواد عوض بکنه و حالا گرایش داشته باشه به یک سمت دیگه، سعی میکنیم که در عموم یا در رسانه ها این قضیه رو مطرح نکنیم چون واکنش ها نسبت به این قضیه تلخ و عجیب و غریب هستش. اینم کوتاهی و کمکاری رسانه ها هستش که نسبت به این قضیه شفاف سازی نمیکنن. اما خانم شهره صالحی لرستانی که متولد 31 خرداد 1345 هستش، 15-16 سال هستش که جنسیت خودشون رو از خانوم به آقا تغییر دادن. آخرین اخباری که من به دست آوردم توسط منابع خبرین و یک بارم چند سال پیش اومده بود و یه دونه پست توی پیج خودش گذاشته بود و گفته بود که این زندگی شخصی خودمه و تصمیم گرفتم که از حالا اینطوری زندگی بکنم و دوستم ندارم نسبت به این قضیه توضیح بدم و موهاشم زده به سمت پسرونه و یک نامه‌ای هم از نیروی انتظامی گویا گرفته به عنوان مجوز و با کلاه میچرخه. یک پرانتز هم باز بکنم، توی ایران عمل تغییر جنسیت بلا مانع هستش، کافی هستش که شما هزینه عمل رو بپردازید و البته در یک سری از کلاس‌های روانشناسی و در یک سری از آزمون‌هایی که از شما میگیرن بتونید موفق بشید که نمره قبولی بگیرید که ما اصطلاحاً بدونن که واقعاً شما 100% میخواد جنسیت خودتون رو
تغییر بدید و اگر هم حالا یک اختلال هورمونی باشه بتونن با قرص و دارو هورمون تراپی بکنن، هورمون تراپی آره بکنن که بتونن شاید شما رو درمان بکنن. اما از اون سمت یه خبر دیگه اومده بود بیرون 2 سال پیش در خصوص آقای محمد رضا فروتن که خیلی دقیق‌تر اگر بخوام بگم 16 شهریور ماه سال 1390 خبری اومد بیرون که اگر یادتونم باشه من خودم هم این خبر رو پوشش دادم که ایشون تغییر جنسیت داده، از آقا شده خانوم و حتی این خبر رو نزدیکان محمد رضا فروتن هم تایید کرده بودن و گفته بودن که ایشون در کشور آلمان 2 ماه حضور داشته و اینجا عمل تغییر جنسیت رو انجام داده و رفرنس هم زده بودن به نزدیکان آقای محمد رضا فروتن و حتی اشاره شده بود که محمد رضا فروتن آهنگی رو خونده بود به عنوان ژنتیک و توی این آهنگ گفته بود که این آهنگ رو تقدیم میکنن به کسانی که علیه ژن خود انقلاب میکنن. خب این آهنگ و این خبر با هم دیگه مثل یک پازل مچ شده بود و خیلی ها فکر میکردن که محمد رضا فروتن تغییر جنسیت داده. ببینید که از این آهنگ رو بشنویم یا من به توضیحات دیگه بشم. که من علیه ژنم انقلاب ها کردم. میدونید که محمد رضا فروتن دکترای روانشناسی داره، فکر کنم الان 54 سالشه و سال 1380 با خانم سحر ابراهیمی ازدواج کرده. حاصل این ازدواج هم یک فرزند هستش که یا چند سال بعد هم جدا شده. اما موضوع تغییر جنسیت محمد رضا فروتن خیلی بین اهالی سینما دست به دست شده، همونطوری که خیلی از کسانی که تو سینما هستن به این موضوع خانم مهتاب کرامتی هم حتی اشاره کردن که ایشون به جنس موافق خودش گرایش داره و با یکی از خواهران منصوریان گویا دوست بوده. این خبری هم بودش که خیلی دست به دست شد در رسانه‌ها و خیلی از بازیگرهایی که اینو گرایش ها رو دارن و البته محترم هستش و در همه جای دنیا به رسمیت میشناسش. اما یه مقداری حالا ما توی ایران به خاطر اینکه توی رسانه ها یه مقداری نمیپردازیم به این خبرها و بد و اخ و جیز میدونیم، واقعا اون افرادی هم که اصطلاحاً گرایش دارن به جنس موافق خودشون، بعضیاشون عموما آدم‌های گوشه‌گیری میشن، عموما آدم‌های توداری میشن، عموما آدم‌های افسرده میشن که دیگه نمیتونن بیان تو دل جامعه به خاطر اینکه آدم‌ها اینها رو مسخره میکنن. و توی اهالی سینما خب خیلی از افراد هستن که این نوع گرایشات رو دارن. اما خود آقای محمد رضا فروتن اومد تو اون سال‌ها به حال این حجم از خبرها که اومد یه دونه پست گذاشت و گفتش که من احترام میذارم به تمام کسانی که جنسیت خودشون رو تغییر دادن، اما تمام این خبرها در خصوص من کذب هستش و کاملا تکذیب میکنم این قضیه رو. اما خب 2 شایعه رو ایجاد کرد و 2 نظریه مختلف وجود داشت نسبت به این قضیه. عده‌ای میگفتن که محمد رضا فروتن از این حجم از اخبار، از این حجم از فشارها، از این حجم از توهین‌ها و اصطلاحاً مسخره کردن‌ها اومده این پست رو منتشر کرده و خواسته کلاً این قضیه رو روش سرپوش بذاره که دیگه فشارها روش نباشه. اما از اون سمت هم یه عده دیگه میگفتن که نه، کلاً از بیخ این قضیه اصطلاحاً شایع هستش و اصل خبر همون چیزی هستش که آقای فروتن در پیج خودش عنوان کرده. اون موضوع تغییر جنسیت ایشون هم کاملا اشتباه هستش و اصطلاحاً تکذیب شده این قضیه. خواستم بگم که کلا موضوع تغییر جنسیت یه سری از افراد، حالا چه طرف آدم معروفی باشه چه غیر معروف، یعنی من واقعا هدف از این ویدیو رو یه مقداری فرهنگ‌سازی هم میدونم. خیلی نباید یه موضوع پیچیده‌ای باشه. بعضی از افراد هستن که خب به هر حال این نوع گرایشات جنسی رو دارن، باید بهشون احترام گذاشته بشه و خیلی از این افراد متاسفانه به خاطر این حجم از مسخره کردن ها، به خاطر این حجم از توهین ها و تهمت ها متاسفانه دست به یک کارهایی میذارن که خیلی تلخ هستش و اصلا نمیخوام راجع به این قضیه صحبت بکنم. یعنی واقعا خواهش میکنم اگه کسایی که این ویدیو رو میبینن به اشتراک بذارن و یه مقدار نوع نگاهمون نسبت به این افراد عوض بکنیم که اگر حالا یه شخصی هم دیدیم یه گرایش
جنسی داره به یه سمتی با احترام باش برخورد بکنیم. اگر ما به دموکراسی اعتقاد داریم، اگر به این اعتقاد داریم که ما باید عقاید همدیگه و افکار همدیگه احترام بذاریم، فقط نباید لب و دهن باشیم و ادعاش بکنیم و واقعا باید به این افراد احترام بذاریم. دموکراسی یعنی همین. چون من خیلی از این دوستان بهم پیام دادن که آقا راجع به این موضوع اگر میشه صحبت بکن، راجع به این موضوع اگر میشه یه مقدار فرهنگ‌سازی بکن. رسانه‌های داخل ایران برید نگاه بکنید، 20 خبرگزاری چند تاشون زدن خارج از کشور. حالا دیدم مثلا BBC رو هم بگم، BBC راجع به این قضیه حتی 2 تا مستندم ساخته، دمشون گرم. من و تو هم این کارو کرده بوده، دمشون هم گرم. مثبت‌ها رو بعد گفت، منفی‌ها رو هم بعد گفت. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید، کامنت برام بذارید. تو رو خدا یه مقداری باحال‌تر، مهربون‌تر، رفیقانه‌تر اگر این افراد رو دیدید باشون برخورد بکنید. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید.